من تا 18 سالگی دختر چشم و گوش بسته‌ای بودم. خدایی الانم هستم. هیچ جام تنها نرفته بودم جز مدرسه. یه بچه درسخون و سر به راه و مذهبی تا اینکه دانشگاه قبول شدم. داستان تو شاید فردا داستان من باشه. مهتاب هستم. اینجا کانال داستان تو. خیلی ممنونم که روی این ویدیو کلیک کردین و همراه هم شدین برای شنیدن این داستان جذاب و آموزنده. امیدوارم لذت کافی رو از داستان ببرید و با لایک، کامنت و سابسکرایب و همچنین اشتراک گذاری ویدیو از کانال خودتون حمایت کنید. بریم ادامه داستان رو بشنویم. روز اول برای ثبت نام همراه دوستم و مامانم رفتم دانشگاه و فکر کنم اولین نفری بودم که با مامانش اومده بود. خلاصه ثبت نام کردیم و برگشتیم. تا اولین روز کلاس، روز چهارشنبه عصر 2 تا 4 ریاضی 1 داشتیم. بازم با همون دوستم رفتیم. با وجود اینکه اون کلاس نداشت و رشته‌شم فرق می‌کرد، ولی همراهم اومد که تنها نباشم. استاد وارد کلاس شد. یه دختر حدوداً 30 ساله و بعد معرفی و حضور و غیاب شروع به درس دادن کرد. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که یکی در زد و با شتاب وارد کلاس شد. یه پسر 4 شونه با کاپشن مشکی و با قدم‌هایی که به قدری محکم بود که صداش تو کل کلاس پخش شد. اومد و من یه لحظه نگاش کردم و قلبم شروع کرد به تپش. نمیدونم چرا اینو بگم که من دختر آفتاب مهتاب ندیده‌ای نبودم. دبیرستانم با خونه فاصله داشت و با اتوبوس رفت آمد میکردم. اون موقع گوشی هم داشتم. قیافه خوبی هم داشتم و قد بلند و با وجود حجاب کامل کلی مزاحم داشتم. اما خب دنبال این چیزا نبودم. اینا رو گفتم که فکر نکنین جوگیر شده بودم. حسم دست خودم نبود. اون روز گذشت و بعد اون چهارشنبه دیگه اون پسر رو میدیدم. اسمش رو فهمیده بودم. چند باری چشم تو چشم شده بودیم و نهایتاً یه سلام. راستش دروغ چرا؟ چهارشنبه ها رو دوست داشتم. نمیدونم عمدن یا سهواً وقتی سر کلاس می اومد یه جوری سمت من می نشست و بگذاریم. اون ترم گذشت و ترم 2 روز در هفته با هم کلاس داشتیم. بازم بدون تابلو بودن من بهش توجه خاصی داشتم و از نظرم اونم همینطور بود. قیافه خوبی داشت و خیلی اجتماعی. همیشه یه عده دختر و پسر دورش بودن. ولی من فقط یه دوست داشتم. گاهی نگاهمون با هم یکی می شد و لبخند و نهایت سلام. ترم تموم شد و زمان امتحانات رسید. بعد امتحان یکی از همون درسا که با اون پسر، اسمش رو میذارم معین، داشتم، از سالن که خارج شدم دیدمش و مثل همیشه دورش دختر و پسر. یه دختره بود خیلی چیپ بود. همش خودشو به این پسر نزدیک میکرد. نمیدونم چرا ولی من هرس میخوردم. خلاصه اون روزم دورش شلوغ، ولی تا من اومد سمت من و صمیمانه تر از همیشه ازم پرسید امتحانو چجوری دادم. تعجب کرده بودم و بقیه هم انگار تعجب کرده بودن، چون من خیلی سنگین و مغرور بودم و به کسی اجازه نمیدادم از حدش تجاوز کنه. دوباره قلبم به تپش در اومد. چند جمله‌ای جوابشو دادم و اون آخرین روز تو ترم 2 بود که دیدمش. ترم تابستون گذشت و ترم 3 از راه رسید. شاید باورتون نشه ولی این ترم تمام درسامون یکی بود با هم و کل هفته از شنبه تا پنجشنبه همو میدیدیم. اولین روزی که توی ترم 3 دیدمش، اول نشناختمش. فاصله زیاد بود و اونم خیلی لاغر شده بود. یه تیشرت مشکی تنش بود و یه شلوار کتون خردلی. وارد تریا شد. اون روز تو گیرودار اون بودم که خودش بود یا نه. از تریا خارج شد و با دیدن من اومد سمتم. انگار هول شده بود. سلام کرد و برای اولین بار منو به فامیل صدا زد. یه کمی حرف زدیم
و خداحافظی کردیم. و من در حیرت اینکه این چطور اینقدر لاغر شده و چرا، کل راه رو تا خونه فکر کردم. اون ترم چون همو خیلی میدیدیم توجهمونم بیشتر شده بود. همه فهمیده بودن یه نظری به من داره و گاهی با خنده حرفشو وسط میکشیدن. من به ظاهر اهمیتی نمیدادم ولی ته دلم ذوق میکردم که پس اشتباه نمیکنم. تا اینکه یه روز اومد بعد کلاس و ازم شماره خواست برای کارای گروهی که برداشته بودیم و گفت که بقیه هم شمارهشون هست و توی گروه عضوشون کرده. قلبم تون تون میزد. یه کمی مکث کردم و بدون هیچ حرف اضافه‌ای شماره دادم. وقت خداحافظی بهش گفتم که لطفاً شماره من کسی نداشته باشه جز خودتون. اونم گفت چشم و رفت. وقتی رفت مونده بودم چیکار کنم. رفتم نمازخونه که دیدم پیام داد. میخواست منم شماره‌شو داشته باشم. اون موقع یک گوشی ریلی نوکیا داشتم. فامیلیشو که سیف کردم براش یه عکس انیمیشن گذاشتم. یه پسر توپل و عینکی و با نمک که متحرکم بود و وقتی پیام میداد پسر دستگلی که تو دستش بود متحرک میشد. خیلی بامزه میشد. یادم اون روز خواستگار داشتم. تا رسیدم رفتم که لباسامو عوض کنم. با شوخی به مامانم گفتم یه نفر تو دانشگاه ازم خوشش میاد. درباره معین با مامانم صحبت کرده بودم. در واقع مامان من همیشه از همه چیز من خبر داشت. من و مامانم عین یه دوست بودیم با هم. اون روز گذشت و ما خیلی از شبا با هم 2-3 ساعت حرف می زدیم. فقط هم در مورد مسائل درسی. گاهی کنجکاو می شدیم و از خانواده و بقیه چیزا حرف می زدیم. گاهی که بهش فکر می کردم می دیدم پیام داده. کم کم بدون اینکه بفهمم بهش علاقه‌مند شدم. روابطمون توی دانشگاه صمیمانه تر شده بود. 2-3 تا پروژه با هم برداشتیم. خلاصه اون ترم بهترین ترم دانشگاه برام بود و هنوزم هست. ولی هنوز من برای اون خانم فلانی بودم و اونم آقای بهمانی. یعنی همو با اسم به هیچ وجه صدا نمی زدیم. دبیرستانی بودم که از اقوام دور که سالها به خاطر شغل پدرشون شهر دیگه ای رفته بودن برگشتن و تو همون دیدار اول من متوجه نگاه‌های خاصش به خودم شدم. بچه بود که رفته بودن و اون موقع 21 سال اینا داشت. شاید سالی 1-2 بار می دیدمش ولی هر بار قلبم تندتر می زد و اونم خیلی تابلو رفتار می کرد. رابطه مادر و خواهرش با من به شدت صمیمی بود. مطمئن بودم که خبری هست ولی یه روز که امتحانات 3 دبیرستانم شروع شده بود و منم مشغول درس خوندن خونه عموم، زن عموم خبر داد که اون پسره با دختر داییش که خیلی هم وضعشون توپ بود ازدواج کرده. یخ زدم. رفتم تو دستشویی، دستمو گذاشتم جلو دهنم و بی صدا گریه کردم. احساس کردم گول خوردم. باورم نمیشد بعدها تو هیچ مراسمی دیگه اون پسر نیومد و من مطمئن شدم که احساسم بهم دروغ نگفته بوده. تا اینکه یکی از اقوام فوت کرد و دیدمش. با دیدن من روم زوم کرده بود و اینقدر تابلو رفتار میکرد که من بدم اومد و بهش اخم کردم و با گرم گرفتن با زنش بهش فهموندم که داره غلط اضافه میکنه. اونجا تازه با معین وارد رابطه شده بودم. بماند که بعدها اون پسر از دختر داییش جدا شد با یه بچه و بعد سالها که مامانش رو دیدم منو سفت تو بغلش گرفت و وقتی فهمید ازدواج کردم با یه حالتی که نه ناراحت بود نه خوشحال بهم تبریک گفت و تا آخر اون روز بهم زل زده بود و با حسرت آه میکشید. الحق که مادر خوبی داشت و من دوستش داشتم. بعد اون قضیه من خیلی محتاط‌تر شده بودم. از مردا بدم اومده بود تا اینکه باز به یه پسر حسی پیدا کرده بودم. خب بگذاریم بریم سر داستان اصلی. ترم 3 از روزای خوب دانشگاه بود. تموم شد و ترم 4 هم به کیفیت ترم 3 گذشت.
روابط ما روز به روز بیشتر و صمیمانه‌تر میشد، البته با نگه داشتن حرمت‌ها. پی برده بودم که حسی به معین دارم، ولی جدی نمی گرفتمش. کلی خواستگار داشتم که به هر نحوی آرزو می کردم نشه و دلیلش رو نمی دونستم. تو خانواده ما دخترها زود ازدواج میکنن و من تنها دختری بودم که 20 سال رو رد کرده و مجرد بودم هنوز. با اینکه خواستگار زیاد داشتم، چون هم تیپ و قیافم خوب بود، هم با وجود اینکه حجابم کامل بود خیلی به خودم میرسیدم، جوری که دخترها هم ازم تعریف میکردن. همیشه مانتو شلوار رسمی میپوشیدم با کیف و کفش ست. یه آرایش ملیح در حد رژ و کرم پودر هم داشتم. ولی با جوونه زدن اون عشق دیگه دلم نمیخواست ازدواجم سنتی باشه. آخرین روز ترم 4 کلی دلم گرفته بود. با اینکه هنوز نمیخواستم قبول کنم که به معین حسی دارم. رابطه ما تو تابستون در حد این بود که گهگاه معین پیام میداد و حالم رو میپرسید. اون سال تو تابستون مثل سال گذشته ترم تابستونی برداشته بودم و کتابش رو معین برام پیدا کرده بود و فرستاد دم خونمون. کم کم ترم 5 رسید و من هنوز بین آسمون و زمین بودم و نمیدونستم عاقبت چی میشه. رفتار معین هم نسبت به قبل خیلی عجیب تر شده بود. تا منو میدید بهم ظلم میزد و همون جور نگاه هم میکرد. تو جمع دختر و پسرا که میدیدمش سریع فاصله میگرفت ازشون. جزو گرفتن شده بود، بهونه‌ای برای پیام دادن به من و تا آخر شب ولکن نبود. البته همچنان ما با لفظ خانم و آقا هم و صدا می کردیم. بین اون پیاما اطلاعاتی از خانواده هم به دست آورده بودیم. اون بچه آخر یه خانواده 7 نفره بود. مادر و پدرش فرهنگی بودن و برادر بزرگش استاد دانشگاه و با اینکه 2 برادرش سن ازدواجشون گذشته بود ولی هنوز مجرد بودن و تنها خواهرشون ازدواج کرده بود. اصالتاً تهرانی و رشتی بودن و بعد از ازدواج پدر و مادرش اومده بودن مشهد. با وجود همه اینا بازم هیچی بین ما نبود. با این که گاهی همکلاسی‌ها تیکه مینداختن و من عصبی می شدم، ترم 5 هم گذشت و امتحانات شروع شد. آخرین روزی که امتحان مشترک داشتیم، بعد امتحان با بچه‌ها دور هم جمع شده بودیم و جوابا رو چک می کردیم. من تو دانشگاهم جزو شاگردای زرنگ بودم و تا اون زمان واحدی رو نیفتاده بودم. هر کس پیام نور خونده باشه میدونه که با حجم زیاد کتابا و جلسات کم و دخالت نداشتن استاد تو امتحان و نمره معدل بالای 16 و 17 عالی بود و من به عنوان شاگرد زرنگ شناخته شده و به هر کسی در حد توانم کمک میکردم و معین هم بی بهره نبود. اون روز بعد امتحان رفتم خونه مادر بزرگم که دیدم پیام داد و برای امتحانش نگرانه. یکم دلداریش دادم که دیدم جواب داد برام دعا کنین. بالاخره شما از خاندان امامتین. آخه من سیدم. با این حرفش کلی خندیدم و برای خاله هامم تعریف کردم. اون همچنان پیام میداد و از هر دری حرف میزد تا اینکه گفت میخواد بهم یه چیزی بگه. گفتم بگو، که جوابش با تأخیر اومد که ولش کن، حالا یه وقت دیگه. کلی کنجکاو شده بودم ولی دلم نمیخواست بهش پیام بدم که بفهمه برام مهمه. تو اون اطلاعات که از هم داشتیم تاریخ تولد هم فهمیده بودیم. 5 بهمن تولدش بود و منم یه پیام خیلی محترمانه به این مضمون که چرخ روزگار به کامتون باشه براش فرستادم. خیلی زود جوابم رو داد و تشکر کرد و گفت توقع این پیامو از من نداشته. اون شب دوباره سر صحبت باز شد و گفت یادتونه اون دفعه میخواستم چیزی بهتون بگم و نگفتم؟ حالا میخوام بگم. قلبم تون تون میزد تا جوابش بیاد. مردم و زنده شدم.
بهم گفت به یکی علاقه داره و طرف خیلی مغروره و نمیدونه چجوری دلشو به دست بیاره. دوباره یخ زدم. دوباره حس کردم گول خوردم. جوابش رو دادم که من که طرف رو نمیشناسم و نمیتونم کمکی بکنم و بعدش هم خداحافظی کردم و سعی کردم بخوابم. چند دقیقه گذشت و من تو فکر که دیدم پیام اومد: اون یه نفر شمایی. همین چند کلمه رو 20 بار خوندم و قلبم داشت از سینم میزد بیرون. نمیدونستم چی جوابشو بدم. میخواستم بگم که حسش دو طرفه است. میخواستم کلی حرف بزنم ولی هیچی نگفتم. که دیدم دوباره پیام اومد که میخوام با شما وارد رابطه بشم. کلی جا خوردم. منظورش رو نمیفهمیدم. عصبانی شده بودم. پس منظورش ازدواج نبود. همه اون حس خوب یک باره خراب شد. در جوابش نوشتم: این حرفا همینجا تمومه. هم من فراموش میکنم هم شما. تا صبح نتونستم بخوابم. افسرده شده بودم. فاصله بین دو ترم به سختی میگذشت و دیگه خبری از معین نبود. کلی فکر به سرم میزد. دلم میخواست کلی فوش نثارش کنم. ترم 5 یه پسره که فوق دیپلم داشت و شنیده بودم کارمند بانکه، برای ارتقا درجه اومده بود لیسانس بگیره. ازم خوشش اومد. پسر موجهی بود ولی معین هر وقت اونو میدید بیشتر از همیشه با من گرم میگرفت. یاد حرکاتش که میافتادم از خودم و اون بدم میومد. ترم 6 شروع شد. وقتی دیدمش خیلی سرد برخورد کردم. گرایشامون با هم فرق داشت و دیگه کم کم درسا تخصصی می شد. گاهی پیام میداد و من خیلی دیر و سرد جواب میدادم. دیگه بهانه جزوه نداشت که بهم پیام بده. منم بیخیال بودم تا اینکه یه شب پیام داد که من منظورش رو بد متوجه شدم. منظورش دوستی نبوده و علاقش الکی نیست. ولی با توجه به شرایط خانواده و درس و سربازی نمیخواسته قول الکی بده. راستش حرفاش رو جدی نگرفتم. یادم نیست چی جوابشو دادم ولی دیگه اون حس عشق رو نداشتم. علاوه بر این دوستام خبر آورده بودن که تو فیسبوک که اون موقع ها رایج بود تو گروه های دختر و پسری هستن و معین هم هست و خیلی از دخترها باهاش شوخی میکنن و دوست صمیمیم ترم 6 عروس شد و من تنها تر از قبل شدم. دیگه میلی به دانشگاه رفتن نداشتم. گاهی معین رو میدیدم و همچنان سرد بودم تا اینکه عید رسید. برام تبریک عید فرستاد. دوباره قلبم لرزید. تموم عید هر روز بهم پیام میداد. میخواست دلمو به دست بیاره. گفت دخترای زیادی دورشن و میخوان باهاش باشن ولی اون منو خواسته. عاشق نجابتم شده بود. با این که میگفت خانواده آزادی داره ولی چشمش منو گرفته بود. راستش خیلی از حرفاش خوشم نمیومد. انگار داشت بهم لطف میکرد. هم دوست داشتم جوابشو بدم هم ندم. گاهی حرسمو در می آورد و میخواستم بگم که پیام نده ولی پشیمون میشدم. از این قضیه مامانم خبر نداشت. گاهی که گوشی دستم میدید میگفت باز کیه؟ فلانیه؟ ولی از ماجرای تولد به بعد خبر نداشت. اون سال تعطیلات ازم خواست که ببینمش و من قبول نکردم. کلی خواهش کرد ولی دلم راضی نمیشد چون هنوز نمیدونستم قصدش چیه. بالاخره راضی شدم. 16 فروردین قرار گذاشتیم پارک ملت و برای اولین بار به مامانم دروغ گفتم که میرم دانشگاه. با همون تیپ دانشگاه رفتم پارک. زودتر رسیده بودم و اذان میدادن. نماز رو خوندم که دیدم زنگ زد. همو دیدیم و چند قدمی راه رفتیم کاملا با فاصله تا روی یه نیمکت نشستیم. چند دقیقه‌ای بدون صحبت گذشت تا اینکه گوشیشو در آورد و به هم نشون داد. اونجا تازه گوشی لمسی مد شده بود. گفت نمیگین مبارک باشه؟ گوشیمو عوض کردم. استاد باز کردن سر صحبت بود.
یه نیم ست نقره داداشم برام خریده بود که اون روز انگشترش رو دست چپم تو انگشت حلقه کرده بودم تا دید گفت این چیه؟ که قضیه رو براش تعریف کردم. بهم گفت ببینمش. دستم رو سمتش گرفتم. چند لحظه خیره به دستم گفت خیلی قشنگه. خداییشم قشنگ بود. یه انگشتر تکنگین با نگین 7 رنگ. ظهر شده بود دیگه. زیاد با هم حرف نزدیم. از دانشگاه و واحدایی که برداشته بودیم گفتیم. حس خوبی نداشتم راستش. کاری رو تا اون موقع بدون اطلاع خانواده‌ام انجام نداده بودم و حس عذاب وجدان داشتم. تشنه شده بودم که دیدم رفت و 2 تا رانی گرفت. بعد گفت میشه نهار با هم باشیم؟ تو راه بهم گفت خیلی تیپتون خوبه. قد بلند دوست دارم. اون روز یه جوری حرف میزد بیش از اندازه صمیمی و من اینو دوست نداشتم. از هر دری حرف زد جز اون چیزی که من توقعش رو داشتم. عصبی شده بودم و برگشتم. ساعتای 3 بود که خداحافظی کردم. اون شب عروسی دعوت بودیم شهرستان، ولی من همش تو فکر بودم. اواسط ترم 6 بود. دیگه رابطه ما خیلی کم شده بود. اون بود که پیام میداد و منم رغبتی به جواب دادن نداشتم. یه روز بعد کلاس ساعت 4 تا 6 رفتم که از یه کتاب فتوکپی بگیرم. نیم ساعتی وقت داشتم. معین رو تو فتوکپی دیدم ولی به یه سلام بسنده کردم و از در فتوکپی که اومدم بیرون دنبالم اومد و خواست با هم حرف بزنه. ولی یه دفعه گفت من خیلی دوست دارم. برگشتم سمتش و نگاش کردم. ماتم برده بود. گفتم از من چه توقعی داری؟ بدون جواب دادن به حرف من گفت نمیتونم فراموشت کنم. گفت کل عید به فکرت بودم و شمال که رفتم از ویلا بیرون نمیرفتم. نمیدونستم چی جوابشو بدم. گفت خانواده من حاضر نمیشن بیان خواستگاری و خودم هم شرایطشو ندارم، ولی دوست دارم باهات باشم. رسیده بودیم دانشگاه و ساعت از 6 گذشته بود. هوا تاریک بود. محوطه خلوت بود. کلاس شروع شده بود. ازش جدا شدم که برم سر کلاس ولی توانشو نداشتم. رفتم و بین راه تو فضای سبز نشستم. چند دقیقه‌ای گذشت که دیدم کنارم نشست. بهش نگاه نمی کردم. اونم هیچی نمی گفت. یه دفعه گفت این فلش رو بگیر، توش کلی آهنگه که به یاد تو گوش میکنم. بعد اون دفعه‌ای که رفتیم پارک ملت دیگه منو به لفظ تو خطاب میکرد، اما من هنوز محترمانه جواب میدادم. فلش رو گرفتم که گفت تو چشمای قشنگی داری. حیف که پشت عینکه. باز گفت تا حالا به هیچ کس همچین حسی نداشتم و فکر نمی کردم بهت علاقه‌مند بشم. توان حرف زدن نداشتم. کلاس تموم شده بود و بچه‌ها اومدن بیرون و متوجه ما شدن و کنجکاوانه نگامون می‌کردن. از روی نیمکت بلند شدم و جوری که بقیه بفهمن با صدای بلند گفتم ممنون به خاطر نمونه سوالا و گفتم فلشتون رو فردا میارم و رفتم. حالم منقلب بود. از معین بعید بود. میدونستم که حسم یه طرفه نیست، اما توقع این حرفا رو هم نداشتم. اون شب پیام داد آهنگا رو گوش کردی؟ توی فلش پر بود از آهنگای عاشقونه. انگار از دل من میخوند. بازم جواب من سکوت بود. نمیتونستم باهاش وارد رابطه بشم. رابطه دوستی رو قبول نداشتم. به نظرم تهش هیچی نبود. ترم 6 هم تموم شد و تابستون اومد. کلافه بودم. معین گاهی پیام میداد و اظهار دلتنگی میکرد. گاهی پیامای عاشقانه میفرستاد و جواب من خیلی خشک و نهایت یه تشکر بود. ترم 7 رسید. دیگه خیلی کم همو میدیدیم. یه روز که توی محوطه منو دید گفت که میخواد با هم حرف بزنه. خیلی خواهش کرد تا قبول کردم. رفتیم کافی شاپ. اولین بار بود که کافی شاپ میرفتم. شروع کرد از خودش گفتن، از این که پدر و مادرش بعد این همه مدت زندگی با هم اختلاف دارن.
گفت که پدرم یه آدم بداخلاق و بی‌اعتقاده، برعکس مادرم. گفت مادرم بدون طلاق زندگیش رو جدا کرده و همه مقابلش وایسادن، تنها منم که پشتشم. اشکاش میریخت و حرف میزد. گفت دلیل لاغر شدنش هم همین موضوع بوده. گفت حالا فهمیدی چرا نمیتونم بهت قول ازدواج بدم؟ چون کار ندارم، سربازی نرفتم، پدرم باهام لجه، حتی ماشین بهم نمیده، حتی بهم پول نمیده. گفت ولی میخوام که حتی برای یه مدت کوتاه تو رو داشته باشم. اون شب تا ایستگاه مترو همراهم اومد و بعد اون شب کار ما شده بود پیاده اومدن از دانشگاه تا مترو. دلم میخواست حالشو خوب کنم. نه حرفی از آینده بود نه گذشته. حرف میزدیم از هر دری. حسی که بین ما بود فراتر از عشق بود. تا اینکه سر فوت یکی از اقوام، همون پسر فامیل رو که دوست داشتم، بعد سالها دیدم. من حتی داستان اونم برا معین تعریف کردم و گفت مبادا کاری کنی به زنش خیانت کنه، که گفتم تو منو اینجوری شناختی؟ روزها میگذشت و رابطه من و معین از حالت عاشقونه تبدیل شده بود به یه رابطه دوستانه. یکی دو روز در هفته بعد کلاس همو میدیدیم و معین با اینکه از جلوی دانشگاه میتونست بره خونشون، ولی به خاطر من تا مترو می اومد و همراهیم میکرد. ترم داشت تموم میشد و مدام ابراز دلتنگی میکرد. من هنوز در مقابل ابراز علاقه معین حرفی نمیزدم و فقط نگاه میکردم، چون نمیدونستم تهش چی میشه. نزدیک تولدش بود که پیام داد میخواد تولد بگیره و از منم دعوت کرد. نمیخواستم برم. دلم نمیخواست کسی بفهمه بین ما چیزی هست، در صورتی که مسئله جدی نبود. خیلی اصرار کرد. منم فاصله بین دو ترم رو رفته بودم مسافرت قشم و معلوم نبود بتونم برسم به تولد. برای همین قول ندادم، اما اون تو مسافرت مدام پیام میداد و خبر میگرفت و اگه جواب نمیدادم زنگ میزد و میگفت نگرانت شدم. خانواده‌ام شک کرده بودن. بالاخره 2 روز قبل تولدش رسیدم مشهد. با اصرار اون به 2 تا از دوستام گفتم و خواستم که همراهم بیان. شب تولد دل تو دلم نبود و نگران فردا بودم. تازه از قشم یه گوشی مدرن گرفته بودم. نوت 2 بود که همون شب لاین رو نصب کردم و دیدم معین لاین داره، ولی من خبر نداشتم. رفتم تو پیجش و دیدم عکس دست جمعی دختر پسرای دانشگاه که با هم بیرون میرفتن و کلی دختر هم کامنت گذاشتن و اینم جواب داده. اشکام همینطور میریخت تا 4 صبح نتونستم بخوابم. اون هیچ وقت در مورد این چیزا حرف نزده بود با من. با این که میدونستم آدم اجتماعی هست و دوست و رفیق زیاد داره، نمیخواستم تولدش برم، ولی گفتم میرم و برای همیشه تمومش میکنم. مونده بودم چی کادو بگیرم. دوستاش یه سویشرت با هم خریده بودن، دوستای منم بدون کادو و من یه کتاب رمان. کتاب دالان بهشت که قبلا خونده بودم و عاشقش بودم. شخصیت مهناز شباهت عجیبی به من داشت. رفتیم ییلاق شهرمون و یه جایی رزرو کرده بود. نشستیم و یکم حرف زدیم و بقیه از حضور من کلی تعجب کرده بودن. فکر می‌کردم دخترای دیگه هم باشن، ولی غیر من و دوستام هیچ کس نبود. زودتر بلند شدیم و با دوستم که ماشین داشت برگشتیم. تو راه بودم که پیام داد و تشکر کرد. گفتم دیگه رنگ منو نمیبینی. دیگه هیچ وقت به من پیام نمیدی و زنگ نمیزنی. هی زنگ میزد و جواب نمیدادم. کلی خواهش و التماس میکرد. تو راه تو اتوبوس تا خونه اشک ریختم. اون برای من همه چیزش ممنوعه بود. فرهنگش و اعتقاداتش با من کلی فرق داشت. ولی من به خاطر این همه عشقی که به من داده بود دلبستش شده بودم. به هم پیام داد که محال منو از دست بده.
نمیخواستم بهش توضیح بدم که چرا این تصمیم رو گرفتم. گفتم شب تولدت فهمیدم و شب تولدت هم همه چیز تموم میشه با فاصله 1 سال. هنوز از ازدواج حرفی نبود. دروغ چرا؟ منم دوستش داشتم. ولی میخواستم تمومش کنم. شماره دانشجوییم رو میدونست و رفته بود کلاسام رو در آورده بود. اولین جلسه ترم 7 بعد کلاس که اومدم بیرون یکی از پشت صدام کرد خانم مهندس. بر نگشتم و ادامه دادم. 1 هفته‌ای بود ندیده بودمش. باز حرفای مسخ کنندش، باز اظهار دلتنگی و بهش گفتم که چی دیدم تو لاین. قسم خورد که همه اون عکس‌ها مال قبل از منه. البته دروغ نمی گفت چون تو اون عکس‌ها خیلی چاق بود. گفت طبیعیه جواب دادن تو فضای مجازی. گفت شما که مهندس این مملکتین، زشته که بلد نیستین از این ابزارها استفاده کنین. اون موقع وایبر و لاین بود و من هیچ کدوم را نداشتم. گفت از وقتی با منه حتی فیسبوک هم نرفته و اکانتش رو پاک کرده. بعدها از دوستم که فیسبوک داشت آمار گرفتم و دیدم راست میگه. همه این کارا رو بدون اینکه به من حرفی بزنه انجام داده بود. اونم پسری که تا قبل این خیلی آزاد بود روابطش. همون شب لاین نصب کردم و شد باب صحبت ما. 1 ماه نگذشته بود که فهمیدم اشتباه کردم و یه پست عاشقانه گذاشتم. اینم اومد لایک کرد و یه کامنت قلب گذاشت. داییم دیده بود و به مامانم گفته بود. مامانم اومد عصبانی گفت امشب به بابات همه چیو میگم. مامانم از این ماجرا خبر نداشت و وقتی بهش گفتم تهدیدم کرد که گوشیمو میگیره. اعتمادی که بهم داشتن همه این مدت فرو ریخت. ترسیده بودم. رفتم و سر شب خوابیدم تو اتاقم. گوشیمو قایم کرده بودم که پیداش نکنن. معین 20 بار بیشتر زنگ زده بود و من جواب نداده بودم. نصف شب بود که بیدار شدم. گوشیمو آروم برداشتم. دیدم کلی پیام و زنگ دارم. به معین پیام دادم و کل ماجرا رو براش تعریف کردم و گفتم دست از سرم برداره. بلافاصله جواب داد که تا الان کجا بودم. مدام زنگ میزد و من رد میدادم. تا این که گفت من تصمیمم رو گرفتم. تو مال منی و اولین بار از ازدواج حرف زد. آدرس محل کار پدرم رو گرفت و گفت فردا میرم باهاش صحبت میکنم. صبح که بابام رفت بیدار بودم ولی تو اتاق موندم که بره. بعد اومدم بیرون که صبحونه بخورم. مامانم هنوز باهام سرسنگین بود. سلام کردم جوابم رو نداد. تا این که بهش گفتم معین امروز میره و با بابا صحبت میکنه. مامانم انگار آروم شد و دیگه حرفی از گوشی نزد. دانشگاه بودم که معین خبر داد رفته پیش بابام و باهاش حرف زده. اومد دانشگاه و کلی از بابام تعریف کرد که چقدر منطقیه و چه آدم خوبیه. گفت شما خیلی مذهبی هستین که بابات این همه ریش داره؟ از انگشتر بابامم تعجب کرده بود. خلاصه گفت که به بابام شرایط خودش و خانواده‌اش رو گفته و گفته که برادراش هر 3 تا درس خونده و هر کدوم یه جای خوب کار میکنن ولی مجردن. گفته که منم مثل همونام حتی بعد درس یه جای خوب کار پیدا میکنم و الان فقط فرصت میخوام. هیچ تضمینی هم ندارم جز این که بهتون قول مردونه بدم که بعد 3 سال بیام رسما خواستگاری. گفت بابام موقع برگشت تا یه جایی هم رسوندتش. اون خوشحال بود اما من دل تو دلم نبود. 100 بار مردم و زنده شدم تا رسیدم خونه. بابام نبود اما مامانم گفت که بابات ظهر اومده و گفته این کلاه برای سر ما گشاده. برای چی و به چه حساب من باید 3 سال از بهترین موقعیتام بگذرم و با اینکه مطمئن نبودم و ترس داشتم همچنان و تفاوت فرهنگی و اعتقادی خیلی برام مهم بود و حرف بابام رو واقعا قبول داشتم. ولی همون موقع یه پسری با موقعیت عالی رو از لج بابام رد کردم و گفتم نه اون نه این. اما معین از خوشحالی روی پاش بند نبود. مدام از آینده حرف میزد و به هم امیدواری میداد.
معین کم کم ظاهرش عوض شد. یه کمی سوسول بود و موهاش همیشه شبیه موهای شاهرخ صخری تو دلنوازان. اما شلوار لی تبدیل شد به شلوار پارچه‌ای، تحریش گذاشت و موهاش هم ساده. نمازخون شد و مسجد میرفت و به هم زنگ میزد که مسجدم و دارم برای آیندمون دعا میکنم. میگفت من ذاتاً عین مامانمم و تو شبیه مامانمی. همه اینا رو به مامانم میگفتم و مامانم تو رد کردن خواستگار با هم همکاری میکرد و نمیذاشت بابام چیزی بفهمه. میدونست زنی تو خونه معین نیست. برادر بزرگش که دانمارک بود و سومیه هم که پزشکی میخوند برای تخصصش تو شمال. فقط معین و برادر دومی و پدرش تو خونه بودن. اکثرا نهار نمیخورد و هرچی میگذشت ضعیفتر میشد. مامانم همیشه 2 ساندویچ برای من درست میکرد یا غذا که درست میکرد میگفت براش ببر مادر، تو خونه‌شون نیست. معین عاشق مامانم و دستپختش بود. همیشه میگفت کاش دستپختت به مامانت بره و منم میگفتم تا حالا تخم مرغم درست نکردم. هی میگفت باید کم کم شروع کنی. مامانم هم از معین خوشش میومد. روزها میگذشت و ما عاشق‌تر میشدیم. همه روزای هفته با هم بودیم و ساعتها راه میرفتیم و از آینده حرف میزدیم. من با بابام سرسنگین بودم و اونم همینطور با باباش. همش ازم معذرت میخواست که ماشین نداره و منم میگفتم که مهم نیست و اینجوری بیشتر میتونیم با هم باشیم. همه چیزی که بیرون میخوردیم بیشتر غذای سلف بود که اون میگرفت و میآورد بیرون و با هم میخوردیم تو پارک. هیچ وقت نمیذاشت من خرج کنم. یادم یه بار همه پولش 500 تومن بود که انقدر راه رفته بودیم ضعف کرده بودم. رفت با همون برام یه دونات خرید. گفت با تو گذر زمانو حس نمی کنم و خیلی بهم خوش میگذره. هرچی بهش میگفتم و میخواستم میگفت شما جون بخواه. هر کاری میکرد که خوشحالم کنه. برای تولدم برام یه مانتو خرید. با 1000 ترس و لرز رفتیم بازار و گفت که میخواد با سلیقه من خرید کنه. براش یه تیشرت و کفش خریدیم و بعد گفت یه مانتو انتخاب کن. یه مانتوی کتون سبز کله قاضی که خیلی دوستش داشتم. برام گل میخرید یا هر جا گل میدید میکند بهم میداد. با اون رو ابرا بودم. هر روز بیشتر عاشقش میشدم. یه دفعه بهم از ترسش برای آینده گفت که بعد سربازی که کار ندارم چجوری عروسی بگیرم و خونه بگیرم. خونه معین 2 طبقه ویلایی بود. زیرزمین بود و همکف و یه واحد 40 متری که برادر بزرگش که برگشته بود از دانمارک برای خودش ساخته بود. بهش گفتم خب اگه داداشت تا اون موقع داماد شد میریم یه مدت تو همون سویت 40 متری. یادم نمیره که چشماش خیس شد و فقط به هم نگاه میکرد و میخندید. ما بدون هیچ امکاناتی با هم خوش بودیم. با قشنگترین کلمات همو خطاب میکردیم. عشق ما یه عشق افسانه‌ای بود. معین کاملا تغییر کرده بود. یه روز تو کلاس عملی دیر رفتم و مسئولش که دانشجو بود و همکلاسیمون نذاشت برم داخل. به معین که گفتم رفت به قصد کشت طرف و کتک زد و اونجا دیگه همه فهمیدن که من و اون با همیم. منو تو محیط دانشگاه خانوم صدا می کرد. همه از دانشجو و کارمند ما رو می شناختن. معین از هیچ کس ابایی نداشت. عشقش رو جار می زد. البته به همه گفته بودیم که نامزدیم. من با مادر معین تلفنی صحبت کرده بودم و اونم همراه معین اومدن خونمون و مادرش گفت که از همه چیز خبر داره و الان اگه با پدر معین مطرح کنه اون قبول نمیکنه. زن ساده و مهربونی بود، برعکس باباش که از تعریفا فهمیده بودم آدم مستبدیه. اسم باباش محمد رضا بود و معین به باباش میگفت رضاخان میرپنج. شاید باور نکنین ولی معین جرأت نداشت که بعد ساعت 9 بره خونه از ترس باباش. بعد اون شب که مامانش اومد خونمون دیگه من و معین خودمون رو مال هم میدونستیم.
عشق ما یه عشق آسمونی بود که تا حالا نظیرش رو هیچ جا ندیدم هنوز. یعنی معنای واقعی از خود گذشتگی بود. معین خیلی با محبت بود. البته میگفت قبل تو اینجوری نبودم. همیشه میخواستم صداش کنم، میگفتم معین، اونم میگفت جون دلم، نفسم، یا جون دلم، عشقم. این عادتش بود. ما از نظر ظاهری هم خیلی به هم می اومدیم. خلاصه که عشق معین که یه پسر سوسول بود با منی که به هیچ پسری محل سگ نمیدادم شد زبون زد کل دانشگاه. کسی باورش نمیشد معین اینقدر عوض شده باشه. اون دختره که از معین خوشش می اومد ما رو که میدید با تموم حرصش نگامون میکرد. عشق ما شده بود الگوی همه. درسمون کم کم تموم می شد و معین تو درسای عملی ترم آخر، یعنی پروژه عملی و تئوری، کلی کمکم کرد. کل پروژه تئوریم رو خودش می نوشت و تایپ شده برام می آورد و منم به استاد می دادم. پروژه عملی هم که هر هفته گزارش کار میخواست و چون اون خونشون وای فای داشت هر هفته برام مینوشت و برا استاد ایمیل میکرد. درس ارائه رو تموم پاورپوینتش رو برام درست کرد و من فقط ارائه دادم که حین ارائه ازم فیلم هم گرفته بود. من درسای خوندنیم خوب بود ولی معین بیشتر به کارهای عملی وارد بود. خلاصه ترم 8 معدلم بالای 19 بود. 2 تا نمره 20 داشتم و همه اینا رو مدیون معین بودم. با این که میتونستم 8 ترمه تموم کنم، اما اون ترم همش 12 واحد برداشتم و 8 واحد موند برای ترم 9. دلم میخواست بیشتر با معین باشم. وای که روز 15 فروردین با چه ذوقی رفتم دانشگاه. 8 تا 10 کلاس داشتم و معین اومد دانشگاه که منو ببینه. من مانتو عیدم رو پوشیده بودم. با دیدن هم کلی ذوق کردیم. انقدر قربون صدقم رفت که دیگه من گفتم بس دیگه، آب شدم. همیشه ازم تعریف میکرد. از ظاهرم میگفت تو زیباترینی. اون روز با هم رفتیم یه پارک جنگلی معروف تو شهرمون. هرچی میگفتم بهش نه نمی آورد. همیشه میگفت روی چشام، شما جون بخواه. اون روز هم رفتیم و 2 تا ساندویچ گرفتیم که برای نهار بخوریم. پارک به شدت زیبا شده بود. وای عالی شده بود. انقدر قدم زدیم و از هم عکس گرفتیم که بارون گرفت. زیر یه درخت نشستیم. عین این گنجشگاه آب کشیده نهار خوردیم و حرف زدیم. یادم آهنگی رو گذاشت و با هم خوندیم. چی میشه بی تو، روزایی که هر لحظش یه دنیا بود. نمیشه بی تو خندید و نمیشه فکر فردا بود. این تیکه آهنگ رو شاید بیشتر از 10 بار خوندیم با هم. عصر شده بود و ما ساعتها با هم بودیم و این ساعتها مثل برق و باد میگذشت. اون روز اومدیم کنار استخر رو نشستیم. یهو گفتم چقدر دلم بستنی خواست. بعد چند دقیقه بدون اینکه به من بگه رفت و با یه بستنی برگشت. دستش خالی بود اون موقع ها، ولی برای من همه کار میکرد. البته که منم کم توقع بودم و چیزی نمیخواستم. بیشتر وقتا از خونه نهار می آوردم و با هم می خوردیم. یه بار حواس فسنجون کرده بود. به مامانم گفتم درست کرد براش. مامانم خیلی مهربون بود. معین هم همیشه می گفت دست مامانتو ببوس و قدرش رو بدون. یه بار مامانم خورشت کرفس درست کرده بود. براش که بردم قیافشو یه جوری کرد. گفتم دوست نداری؟ گفت چرا؟ بعد دیدم یه قاشق خورد، قیافش عوض شد و گفت وای خورشت کرفس به این خوشمزدگی نخورده بودم تا حالا. پس اونی که قبلا خوردم چی بود؟ دیگه کم کم اقوام نزدیک میدونستن که همکلاسیم خواستگارمه. خواستگار دیگه راه ندادم. بابامم میدونست ولی به روی من نمی آورد. اون ترم خیلی زود تموم شد و تابستون اومد و باز من و معین خیلی کم همو میدیدیم. معین عضو بسیج شده بود که برای سربازی کسری خدمت بگیره. سر کار هم میرفت.
تا دیر وقت سر کار بود. فقط ظهر 2 ساعت وقت داشت. تو گرمای تابستون میرفتم پارک نزدیک محل کارش. گاهی غذا میبردم و گاهی خودش غذا میگرفت. نهار با هم بودیم و بعد برمیگشتیم. به هم میگفت روزایی که میای دیدنم انرژیم 2 برابر میشه. یه روز قبل تولدم گفت بریم بیرون. عصر بود. رفتیم یه کافی شاپ. گفت چشماتو ببند. انقدر گشته بود که یه ساعت عین ساعتی که من براش خریده بودم پیدا کنه که با هم ست باشیم. کلی ذوق کردم. خیلی خوشگل بود. واقعا دوستش داشتم. ازش جدا شدم و رفتم خونه مادر بزرگم. اول از همه ساعت رو به خاله کوچیکم که از ماجرا خبر داشت نشون دادم. بعد به مامانم. اون روزای خوشی بود که داشت تموم می شد. بعد اون ماجرا معین خیلی کمتر می اومد دیدنم و خیلی بهونه می آورد. کلافه شده بودم. نمیدونستم چی شده. 1000 فکر به سرم می زد. پشتیبان تحصیلی بود و اون سال که انتخابات بود تو ستاد همکار می کرد. یه روز انقدر گریه کردم که راضی شد بیاد ببینمش. معین سنگ شده بود. در عرض 2 هفته به شدت لاغر شده بود. تو خونه کسی نبود. رفتم نون ساندویچی خریدم و براش ساندویچ درست کردم و بردم. ولی فقط نصفش رو خورد و هرچی اصرار کردم گفت میل ندارم. هیچ حرفی نمیزد. داشتم دق میکردم. یهو شروع کردم با یه حالت داد که تو چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ کم آوردی؟ میخوای ولم کنی؟ خب بهم بگو. همینطور میگفتم و اون سرش پایین بود و هیچی نمیگفت. بهش گفتم چیه؟ بهتر از من پیدا کردی؟ یهو سرشو بالا آورد. چشماش خیس بود. گفت بهتر از تو هم هست مگه؟ منم شروع کردم به گریه کردن. حق حق می زدم. می گفت دردت به جونم. گریه نکن. معین بمیره برا اشکات. گریه نکن. جون مامانت. جون من. همونطور بریده گفتم به شرطی که علت رفتارت رو بهم بگی. تو چشمام نگاه کرد و گفت مامان بابام رسما جدا شدن دیگه. اشک از یه چشمش اومد پایین. گیج بودم. نمیدونستم چی بگم. رابطمون خیلی کم شده بود ولی همچنان عشقمون پا برجا بود. من برای اون و اون برای من هر کاری لازم بود انجام میدادیم. ترم 9 هم تموم شد و من درسم رو تموم کردم. یه روز با دوستام رفتیم برای تکمیل پرونده و گرفتن مدرک موقت. دوستام مسخرم میکردن که تو مایه ننگ این دانشگاهی که یه واحدم نیفتدی. به معین گفته بودم میرم دانشگاه ولی قرار نبود بیاد. جلوی ساختمون اداری دیدمش. دوستام خبر داشتن، یعنی همه خبر داشتن. گفتن بدو که آقای فلانی منتظرته. از دیدنش ذوق‌مرگ شده بودم. گفتم نگفته بودی میای؟ گفت باز از اون خنده ها کردی که دلم برات میره. این حرفا رو گاهی به هم میزد. بعدم گفت قرارم نبود بیام. دلم آوردتم. اون روزم 1-2 ساعت با هم بودیم و من برگشتم خونه. زمستون بود و دانشگاه هم تموم شده بود. خیلی کم همو میدیدیم. معین مدام از عروس جدید صحبت میکرد و از قرار و مدارا میگفت. خیلی دوست داشتم ببینمش. نزدیک عید بود که رفته بودم خرید. به معینم خبر دادم و اومد پیشم. خریدامو نگاه کرد و گفت قشنگه. نمیدونم چرا احساس کردم مثل همیشه نیست. یکم روی نیمکت نشستیم. آهنگ گوش کردیم و خداحافظی کردیم و برام تاکسی گرفت رفتم خونه. همه عیدا میگفت با لباسای عیدت برام عکس بفرست. روز اول لباسامو که پوشیدم براش فرستادم. گفت یکم موهاتو بده بیرون. مردم انقدر انتظار کشیدم. تعجب کرده بودم از حرفش. از این حرفا نمیزد. همیشه میگفت عاشق سادگیم و با حیاییم شده. جواب دادم نمیشه. از حرفش ناراحت شده بودم. اون منو میشناخت.
یک کوچولو موهامو دادم بیرون و عکس انداختم و فرستادم. کلی ذوق کرده بود ولی من حالم خوش نبود. زود خداحافظی کردم و دیگه تا شب ازش خبری نگرفتم. اون عید اونا رفته بودن که کارای عقد برادرش رو انجام بدن. دختره از غرب کشور بود. قرار بود مراسم نامزدی هم برگزار بشه. کنجکاو بودم که ببینمش و بالاخره عکسش رو فرستاد. سر سفره عقد توی محضر با یه لباس آستین کوتاه و شلوار و یه روسری تور و چادری که نصف هم رو سرش نبود، با دیدن این عکس یخ کردم. الحق که من خوشگل‌تر بودم ولی خب از نظر پوششی اون کاملا آزاد بود. مامان معین مانتو و یه روسری بلند سرش بود و خواهرش که اون موقع باردار بود هم حجاب قابل قبولی داشت. ولی خانواده اون دختره آزاد بودن کامل. اونجا که بودن خیلی کم معین پیام میداد و منم کمتر سراغشو میگرفتم. عید تموم شده بود و رفتیم که همو ببینیم. نمیدونم چرا بعد این همه مدت شوق زیادی برای دیدنش نداشتم. رفتیم پارک و یه کمی حرف زدیم. دوست داشتم از مراسم و عروس جدید بپرسم ولی جرأت نداشتم. بالاخره دلو زدم به دریا و پرسیدم. عکس روز عقد رو نشون داد و گفت عروس شلاقی موهاشو بیرون ریخته بود. از این حرف خیلی ناراحت شده بودم ولی سعی کردم بروز ندم. معین هیچ وقت از ظاهر زنی غیر من تعریف نکرده بود. ازش پرسیدم دستم به هم دادین؟ که گفت روز نامزدی دختره اومده و به همه دست داده ولی موقع برگشت معین چمدونا رو برداشته که مجبور نباشه دست بده. خب من خانواده‌ام مذهبی بودن و خودمم گرایشات مذهبی داشتم و نمیتونستم قبول کنم. همه اون روزو کسل بودم و معین هر کاری کرد سر حال نشدم. ناراحت بودم که چرا برام سوغاتی نیاورده یا حتی یه شاخه گل، ولی هیچی نگفتم. معین دفترچه سربازی رو گرفته بود و کمتر از 1 ماه دیگه عازم بود. نمیخواستم اذیتش کنم ولی تو دلم آشوبی بود. تازه چشمام باز شده بود. تازه داشتم تفاوت‌ها رو میدیدم. ترسیده بودم از آینده ولی بازم همه اینا جلوی عشق منو نگرفت. برای معین کلی خرت و پرت آماده کردم که ببره سربازی. میدونستم کسی به فکرش نیست. شاید باورتون نشه ولی یه شلوارک پاچه‌دار گرفتم و براش جیب دوختم که پولاشو اونجا بذاره. رفتم و لوازم رو بهش دادم و ازش خداحافظی کردم. کلی تشکر کرد و قربون صدقم رفت که تو نمونه‌ای، تو تکی. ولی مثل همیشه دیگه خوشحال نبودم. روزی که میخواست بره باش رفتم ترمینال. کلی جفتمون گریه کردیم. 2 ماه بدون هیچ وسیله ارتباطی از هم دور بودیم. نگرانش بودم. اون رفت و من با 2 چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. من و معین عشقمون با بقیه آدما خیلی فرق داشت. یه کارای خاص مخصوص خودمون داشتیم. مثلا اینکه هر کی نصف شب بلند میشد با اون یکی زنگ میزد و تا شارژش تموم شه با هم آروم زیر پتو حرف میزدیم. زمستون که بود و میرفتیم مرکزای خرید، وقتی بیرون میومدیم جلوی همه اون کلاه سرم میکرد و شال گردن مینداخت. منم زیپ کاپشنشو بالا میکشیدم. پولی نداشتیم ولی گاهی که از مغازه پوشاک یا کفش رد میشدیم من برای اون انتخاب میکردم، اون برای من. موقع رد شدن از خیابون اون همیشه میومد سمت ماشینا که مواظبم باشه. ما اینقدر راه میرفتیم که پاهامون خسته میشد ولی از هم دل نمیکندیم و خیلی چیزای دیگه که بعید میدونم کسی تجربهش کرده باشه. معین تو آموزشی هر 3-4 روز در حد 10 دقیقه بهم زنگ میزد. من حسابی دلتنگ بودم. موبایلم روی ویبره بود و تو لباسم قایم کرده بودم که هر وقت زنگ میزنه بفهمم. معینم کلی پشت تلفن ابراز دلتنگی میکرد و قربون صدقم میرفت. خیلی اون 2 ماه سخت گذشت.
همین دوری هم باعث شد اون فاصله عاطفی که بینمون افتاده بود جبران بشه. بهم میگفت تا من سربازیم تموم شه برو کلاس، برو سر کار، خودتو مشغول کن. رفتم کلاس زبان. روزی که آموزشیش تموم شد اومد دم آموزشگاه با همون لباس، یه شاخه گل و یه هدیه. حتی خونه هم نرفته بود. برام کتاب گرفته بود، کتاب روانشناسی. بهش خودکار دادم و گفتم اولش برام یادگاری بنویس. عذرخواهی کرد که کادوی خوبی نتونسته بخره. گفتم مهم نیست، خیلی هم خوبه. میدونست کتاب دوست دارم. بعد گفت راستش عیدم که برای نامزدی برادرش رفته، تنها نرفته جایی که بتونه برام سوغاتی بخره. دوباره عشقمون اوج گرفت. شبا نصف شب زنگ میزد و بیدارم میکرد. میگفت دلتنگ صدات شدم. از حقوق سربازیش همشو نگه داشته بود که وقتی برمیگرده با من خرج کنه. میگفت انقدر پوزتو به رفیقام میدادم. میگفت باید جبران کنم محبتا رو. دیگه از زن برادرش خبری نبود. منم حرفی نمیزدم. معین قرار بود بره برای سربازی، 6 ماه کسری خدمت برای بسیج و برای لیسانس هم 3 ماه کسری خورد. خیلی خوشحال بودیم جفتمون. معین دوباره رفت و 45 روز بعد توی ماه رمضون بود که اومد. توی این مدت یه گوشی ساده برده بود و در ارتباط بودیم. من هنوزم آموزشگاه میرفتم. آخراش بود. این بارم با گل اومد. ازم خواست که افطار باهاش باشم ولی خب نمیشد. کلی اصرار کرد ولی واقعا نمیشد. تا نزدیکی‌های اذان با هم بودیم. برام تاکسی گرفت و رفتم. دوباره معین رفت. این بار که اومد مصادف شد با اومدن زن برادر و برادرش. یه بار دیده بودمش ولی دیگه چیزی نگفته بود و نخواسته بود همو ببینیم. یه روز که رفته بودم برای تابستون یه کفش چرم طبیعی خریده بودم و داشتم براش یه کیف ساده و قیمت مناسب پیدا می کردم. معین زنگ زد گفت اومده بیرون، میخواد ببینتم. آدمی که همیشه همراهم بود اون روز نشسته بود یه جا که من برم پیشش. یه جوری بود، مثل همیشه نبود. کفشامو که دید گفت قشنگه. گفت چرا مثل خودش چرم طبیعی نمیگیری؟ گفتم خب پول اضافه است. شروع کرد از زن برادر و برادرش تعریف کردن که اومدن و یه راست رفتن چرم فلانجا، ساعت خریدن فلان قیمت و کلی حرف زد. انگار بغض راه گلومو گرفته بود. حرفی نمیتونستم بزنم. اینا چی بود داشت میگفت؟ پوز چیو داشت میداد؟ گرسنه بودم و صدای شکمم در اومد. رفتیم پیتزا فروشی. یه دفعه بی هیچ مقدمه‌ای بهم گفت دلم میخواد امروزی تر باشی. خیلی جا خوردم. گفتم مگه نیستم؟ گفت چرا؟ ولی نذاشتم حرفشو تموم کنه. گفتم تو که همین جوری دوستم داشتی. گفت خب دیگه دوست ندارم. تو دلم محشر کبرا بود. قلبم میکوبید به سینم. اشکام تون میومد. گفتم الان میگی؟ الان که این همه منتظر موندم و همه فهمیدن؟ گریه که میکردم دست و پاشو گم میکرد. یکم به خودش فحش داد و گفت باشه بابا، غلط کردم، اشتباه کردم، گریه نکن. اومدیم بیرون، هر چی خورده بودم زهرمارم شد. حالم خیلی بد بود. من 2 سال از بهترین موقعیتام گذشته بودم. همه فامیل میدونستن چرا جواب نمیدم به کسی. حرفایی که میشنیدم و نمیخواستم باور کنم. اون اشتباه کرده بود. بعد 2 سال داشتم دیوونه میشدم. یادم نمیاد اون روز سر چی حرف زدیم. یادم آهنگ هم گوش کردیم. حالم خوب نبود. حالت تهوع داشتم. هوا هنوز تاریک نشده بود که بلند شدم برم. جلومون یه سرسره بود. تا بلند شدم تصویر سرسره دور سرم چرخید و دیگه هیچی نفهمیدم. با دردی که تو شونه هام حس می کردم و با صدای یه پسر که می گفت چی کارش کردی داداش به هوش اومدم. کلی آدم بالا سرم بودن. اورژانس هم بود. من همیشه فشارم پایین بود و اون روزم به شدت افت کرده و من قش کرده بودم.
حسابی ترسیده بود. پرونده رو امضا کردیم و برام یه تاکسی گرفت تا دم خونه، خودش هم همراهم اومد. هرچی گفتم برو دیر وقته نرفت. نذاشتم خانوادم چیزی بفهمن. زود رفتم و خوابیدم. معین اون شب هرچی زنگ زد جواب ندادم. حال بدی داشتم. تهی شده بودم. نمیدونم چجوری حالمو توصیف کنم که عمق فاجعه رو بفهمید. من برای اون از همه چیم گذشته بودم و حالا داشت واقعیت برام رو می شد. داشتم تفاوت‌های فرهنگی و اعتقادی رو می دیدم. همش تو کلم زنگ می خورد که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. به همین زودی خسته شده بود. من که دنبالش نرفتم، اون بود که منو راضی کرد. منو عاشق کرد. هر کاری کرد قبولش کنم. حالا میگفت اشتباه کرده. یه روزی آرزوم این بود همسرم مرد مومن و متعهدی باشه. با دیدن معین خیلی سخت تونستم خودم رو راضی کنم که بپذیرمش. انقدر با خودم کلنجار رفتم و گفتم خدا میخواد ما با هم پله های خداشناسی رو طی کنیم و به تکامل برسیم. داشتم دیوونه می شدم. چند روزی جواب معین رو ندادم. وقت و بی وقت زنگ می زد و من می پیچوندمش. بیشتر جوابش رو نمی دادم. نمی دونستم چی بگم. نمی تونستم مثل سابق باشم. مدام تپش قلب داشتم. فکر آینده دیوونم می کرد. معین اون بار هرچی اصرار کرد دیگه دیدنش نرفتم. بعدم رفت دوباره سربازی. اون مدت هم خیلی کم جوابش رو میدادم. یه بار که زنگ زد داشت گریه میکرد. میگفت چرا اینجوری شدی؟ فکر میکرد خواستگار برام اومده، میخوام جواب بدم. کلی حرف زد، کلی التماس کرد که اینجا تنهام و همه امیدم تویی. گفت به امید تو دارم تحمل میکنم. امیدواری میداد، ولی من دیگه رضوان سابق نبودم. اون شب دلم براش سوخت. نمیدونم چرا یهو اون همه عشق با گفتن یه حرف از دلم رفت. اون گفته بود اشتباه کرده و حالا داشت به زور تحمل میکرد، محض عذاب وجدان. من تصمیم خودم رو گرفته بودم. همه چی برام تموم بود. 1 سالی بود که خونه خواستگار راه میدادم. همه دخترای کوچیکتر از منم ازدواج کرده بودن و مادرم هم دیگه همراهم نبود. جو بدی بود. هر بار دعا میکردم که برن دیگه نیان، یا یه جوری تو اتاق صحبت میکردم که خودشون جوابشون منفی باشه. خواستگارم زیاد داشتم، حداقل هفته 2 یا 3 تا. بعد از اون شب یه کمی نرم رفتار کردم. میترسیدم بلایی سرش بیاد. گفتم بر میگرده و همه چی رو تموم میکنم. با خودم لج کرده بودم. میگفتم زودتر ازدواج میکنم که بفهمه من کی بودم. بفهمه کیو از دست داده. حتی گریه هم نمیکردم. دوباره احساس میکردم گول خوردم. کم و بیش جوابش رو میدادم. دوباره اومد. شب اول با ذوق بهم زنگ زد و گفت سورپرایز دارم. گفت این دفعه زودتر از همیشه اومدم. خوشحال نشده بودم. دلم نمیخواست ببینمش. خودشم تعجب کرده بود. 1-2 روزی گذشت و من نرفتم بیرون و بهونه آوردم نمیتونم. عروسی یکی از نزدیکان بود و درگیر خرید بودیم. خیلی بیتابی میکرد. میگفت نکنه جدی نمیخوای بیای ببینمت. همش میپیچوندمش تا اینکه یه شب که رفته بودم خرید زنگ زد و فهمید بیرونم. مسیرمون کلی با هم فاصله داشت، ولی خیلی اصرار کرد که بمونم و اون بیاد پیشم. وقتی اومد مثل همیشه تعریف کرد ازم. تازه یه مانتو خریده بودم و دستکش توری. فکر میکنم اواخر مرداد بود. حس بدی داشتم. خودمم باورم نمیشد. چرا دلتنگش نشدم؟ چرا دیگه حسی بهش ندارم؟ سرد شده بودم. اونم میفهمید و به روی خودش نمی آورد. آهنگ جدید از خواجه امیری گذاشت. پاییز بود اسمش فکر کنم. گفت اینو تازه شنیدم به یاد تو. هی میگفت خیلی دلم برات تنگ بود، ولی من فقط لبخند میزدم. چند بار گفت و من هیچی نمیگفتم. برگشتم سمتش. مثل خودش گفتم
ولی من دلم دیگه تنگ نمیشه. خشکش زده بود. گفت دیگه دوستم نداری؟ گفتم نمیدونم. درمونده بود. منم درمونده بودم. میدونستم دیگه هیچی مثل سابق نمیشه. میدونستم نمیتونم با شرایط اون خانواده کنار بیام و همش باید هرس بخورم. بهش گفتم داره عشق میره کنار و واقعیت جاشو میگیره. گفتم پس فردا من و تو همو تو باطلاقی میندازیم که هرچی دست و پا بزنیم نمیتونیم خودمونو نجات بدیم. مشاوره هم رفته بودم و گفته بود بهترین کار همینه. مطمئناً بعد 2 سال تموم شدن رابطه برای من که یه دختر بودم و خانواده‌ام هم خبر داشتن خیلی سخت‌تر از اون بود. اون فقط داداش کوچیکش میدونست و مامانش، یعنی فامیلی نداشتن تو شهر ما، با خانواده‌اش هم صمیمی نبود. بهش گفتم پس فردا من و تو مدام میخوایم همو تغییر بدیم و دیگه عشقی باقی نمیمونه. هیچی نمیگفت. ازش خداحافظی کردم و رفتم. برام تاکسی گرفت و برخلاف همیشه دیگه نذاشتم بیاد. برام تعجب آور بود. حتی گریه هم نکردم. رفتم و اون آخرین بار بود که من و معین تموم شدیم برای همیشه. تا جایی که میشد همو نگاه کردیم. شب پیام داد حرفاتو هنوز باور نمی کنم دیگه ندارمت. میگفت تو میخوای منو بترسونی. میگفت مگه میشه پشت پا زد به 2 سال خاطرات عاشقونه. حرف میزد و من هیچی نمیگفتم و بی صدا اشک میریختم. گفت حق نداری یک طرفه تصمیم بگیری. فقط نوشتم تموم شد معین. همه اون روزا تموم شد. من تصمیمم رو گرفتم و میخوام برم و از همه این دوران فقط 2 سال خاطرات عاشقانه رو برمیدارم. نمیخوام یه روزی به تهمونده خودم نگاه کنم بگم بیچاره اینجوری تموم شدی. گفتم من نمیتونم خواسته های تو رو برآورده کنم. تو هم نمیتونی. دنیای ما 360 درجه با هم فرق داره. هم تو منو عذاب میدی هم من تو رو. جواب داد 360 درجه همون 0. هیچ کس مثل من و تو نبوده و نیست. گفتم پس بذار تو ذهنت همینطوری خوب بمونم. بهش گفتم به قول خودت یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. خداحافظی کردم و براش آرزوی خوشبختی. تموم شد. بعد اون معین هر چی زنگ زد و پیام داد دیگه جواب ندادم. رفت سربازی دوباره. بازم زنگ و جوابی نمیدادم. حرفامو زده بودم. مامانش زنگ زد یه روز. کلی حرف زدیم. براش توضیح دادم. گفت تصمیمت درسته و گفت خودش هم سالها با این درد دست و پنجه نرم کرده. بهش گفتم به معین بگین این دختر به دردت نمیخوره. گفت به هیچ عنوان همچین حرفی نمیزنم. خواستم کنارش باشه و تنهاش نذاره. بعد اون از همکلاسیمون که از رابطه ما خبر داشت و با هم سرباز بودن به هم زنگ زد و از اوضاع معین میگفت. تعجب کرده بود که چطور رابطه ما اینطور شده. کلی با هم حرف زد و نتونست متقاعدم کنه. به خانواده‌ام گفته بودم معین تصمیم داره بره خارج و من قبول نکردم و رابطه‌مو تموم کردم. شاید روزی 2 یا 3 تا خواستگار داشتم. هیچ کسی به دلم نمی نشست. شاید بگین چه زود خواستی جایگزین پیدا کنی، ولی من گیر افتاده بودم. انتخاب اشتباه کرده بودم و خانواده‌ام که بهم اعتماد کرده بودن حالا اعتمادی نداشتن و منم توان مخالفت نداشتم. کلاسای زبانم تموم شده و تو خونه بودم همش. کلاسای مشاوره بهداشت میرفتم. محرم اومده بود. یه خواستگار داشتم که به محض دیدنش مهرش به دلم نشست. کلی حرف زدیم و فهمیدم شرایط خاصی داره. مادر مخالف کامل بود و پدرم میگفت هرچی خودت بخوای. یه خواب دیدم. کلی مشاوره و رفت آمد. کلی تحقیق و صحبت. ازش بدم نمی اومد. کنارش آرامش داشتم. فکر میکردم میتونیم به هم کمک کنیم. بالاخره توی یکی از روزهای پاییز عقد کردیم.
عکس روز عقد رو گذاشته بودم پروفایلم. معین هم مدت‌ها بلاک بود. یه روز دیدم از یه شماره ناشناس پیام دارم. معین بود. یه کلیپ بود از همه پیاما و عکس‌ها و وایسا. یه فیلم بود از پارکی که با هم میرفتیم و اون تنها توی یه روز بارونی. من عاشق بارون بودم. رفته بود و حق حق میزد تو اون فیلم. هی میگفت یادت فلان جا نشستیم، یادت فلان روز. گفت عکس پروفایلو که دیدم باور نمی کردم. قلبم وایساده. کلی پیام بود. هیچی جواب ندادم و گفتم لطفاً برو. خواهش میکنم برو. گفت میدونم که دیگه نباید بهم جواب بدی. اون رفت. من حتی اون شماره رو بلاک هم نکردم، ولی دیگه هیچ خبری ازش نبود. روزها میگذشت. من مطمئن بودم کار درست رو انجام دادم. بچه‌ها شاید باور نکنین، ولی حالام که دارم سرگذشتم و تعریف میکنم حسی به اون روزها ندارم. من مطمئنم که کارم درست بوده. 1 سال خورده‌ای پیش دوست دانشگاهم که هنوزم باش رفت آمد دارم یه روز بهم زنگ زد. احوال پرسی کردیم و گفت که معین رو توی بانک دیده. معین در مورد من ازش پرسیده بود. به دوستم گفته بود که نتونسته منو فراموش کنه. بهش گفته بود من یه فرشته بودم که برای یه مدت کوتاه وارد زندگیش شدم. دوستم گفته الان همه چی دارم، کار خوب، درآمد خوب، ماشین، ولی کاش هیچ کدومو نداشتم، ولی فلانی رو داشتم. میگفت با هر کی میخوام رابطه برقرار کنم با اون مقایسش میکنم و اونام بعد یه مدت کلافه میشن و میرن. میگفت همه دنبال پولمن و فقط رضوان بود که تو بدترین روزهای زندگیم بدون هیچ توقعی کنارم بود. خلاصه که از من پرسیده بود و زندگیم. دوستم هم گفته بود که داره زندگیشو میکنه. این آخرین چیزی بود که من از معین فهمیدم و با اون دوستمم قطع رابطه کردم، چون دلم نمیخواست از زندگیم به معین چیزی بگه. با خودم گفتم شاید شماره دوستمو گرفته باشه. دلم میخواد خوشبخت باشه هر جا که هست. پایان داستان جذاب رضوان. ممنونم که همراه هم بودین. به زودی با داستان جذاب دیگه‌ای در خدمتتون هستم. عاشقتونم. شب خوش.